پس عالمه در شما شاهد باشید و به الله استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. یکمی انصاف داشته باشید، یکمی شرم و حیا داشته باشید. استاد گفتیم شما رو، دایی صاحب گفتیم، استاد هر دو که از یا علمای قوی نیستن. استاد دایی فقط از یعنی تو بی اما کلی مسائل عقاید دیگه پایشن. عبدالظاهر دایی یکی از ملاهای سلفی به تازگی از شیخ صالح پردل یکی از علمای اهل سنت ایران اعلام بیزاری و وی را تکفیر کرده است. او میگوید که در گذشته در توصیف شیخ صالح سخنان گفته که اکنون از آن پشیمان است و توبه کرده است. دایی میگوید که شیخ صالح به دلیل اینکه از طاغوت تعریف کرده و شیعیان را برادر خوانده است از وی اعلام بیزاری کرده و به درگاه خدا توبه میکند. میگه که شما در کلیپتان صالح پردل را توصیف کردین که صالح پردل میگه شخصی است که طاغوت تایید میکنه و هم کسانی که ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم تکفیر میکنن و ام المؤمنین دشنام میته، یعنی روافض اونا را برادر میخوانه و اونا را دوست میکنه. این اظهارات مولوی دایی از سوی رسانه‌های مرتبط به اعضای داعش خراسان به گونه گسترده نشر شده و خشم برخی دیگر از همفکران دایی را برانگیخته است. محمد انصاری یکی از سلفی هایی که قبلا از مولوی دایی و راسخ حمایت میکرد به شدت نسبت به این سخنان دایی خشمگین شده و وی را تلویحاً جاهل و احمق خوانده است. یکمی انصاف داشته باشید، یکمی شرم و حیا داشته باشید. استاد گفتیم شما رو، دایی صاحب گفتیم، استاد دانشگاه گفتیم، احترام کردیم، عزت کردیم، چیزی نگفتیم، افراد کردید، تفرید کردید، زیاده روی کردید، چیزی نگفتیم، ساکت شدیم. والله بارها از من پرسیدن دوستان خیر است، شاید استاد یک اشتباهی کرده باشه، حالا یک حرف یک جایی زده. اما که زبان درازی بکنید به دعوتگری که از روزی که از دانشگاه اسلامی مدینه منوره فارغ شده تا امروز ریش خود و موی خود در راه دین سفید کرده. عبدالظاهر دایی و مولوی معروف راسخ که در زمان جمهوریت در دانشگاه کابل استاد بودند به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت شده بودند. آنها اما در آن زمان این اتهام را رد می کردند. اما بعد از قدرتگیری طالبان و کشته شدن چند تن از همکاران دایی و راسخ، آنها از افغانستان فرار کرده و عملاً جهاد بر ضد گروه طالبان را اعلام کردند. دایی و راسخ اکنون از ابو محمد مدنی یکی از مبلغان داعشی که شهروند تاجیکستان از حمایت و رسما برای گروه داعش خراسان فعالیت تبلیغی می کنند. ابو محمد مدنی کسی بود که متهم از چند روز بعد از مشاجره و اختلاف با مبشر مسلمیار یکی از سلفی های دیگر وی را از بین برد. کلیپ از مولوی متوکل نیز وجود دارد که میگوید که مسبب به شهادت رسیدن مبشر مسلمیار مولوی دایی و راسخ بودند. به گفته او مولوی دایی و راسخ که زمان با متوکل در یک صف بودند اکنون راه خود را جدا کرده و در خدمت کفار قرار گرفتند. هر دو که از یا علمای قوی نیستن. استاد دایی فقط از یعنی تو بی اما کلی مسائل عقاید دیگه پایش از تقریرهای ما گرفته حالی بیان میکنه. یک سلفیت تالی را خود درست نمیشناسه، فقط چیسته که رسانه داره دیونه گپش زود نشر میشه. مولوی متوکل به جرم این که مسئولیت جلب و جذب داعش در کابل را بر عهده داشت زندانی شد، اما پس از قدرتگیری طالبان از زندان آزاد و چند بعد توسط طالبان به شکل فجیع به قتل رسید.